سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 8 مارس است و در این نشر برنامه همراه سر این چند موضوع صحبت میکنیم. در جنگ اوکراین تعداد قربانیان در بین غیر نظامیان می‌افزاید. ساکنان از بی‌پروایی به سرنوشت آنها شکایت میکنند. آنها کودکان را میکشند. آنها همه را کشته ایستادند. آنها پروای کسی ندارند. یک جوان 29 ساله تاجیک در صف نیروهای روسیه در اوکراین می‌جنگد. ادامه یافتن جنگ والدانش را در تاجیکستان نگران کرده است. مادر چی میخواه که تست فرزندش در پیشش باشه و دیگه یگان جا نروه. و داستان یک زن 107 ساله تاجیک که در روز 8 مارس هم روز مادر و هم زادروزش را جشن میگیرد. مادر که خانواده نام را پدرکم بود، این طریق کارخواست کار که میکرد، این طریق مولا با توپش میباد و رانوش. سازمان ملل متحد گفت که تعداد مردمی که از جنگ روسیه در اوکراین می‌گریزند به 2 میلیون نفر رسیده است. در این باره رئیس کمیسریات سازمان ملل متحد فیلیپو گراندی بعد بازدید از مولداوا، لهستان و رومانیا معلومات داد. این کشورها میزبانان اساسی پناهجویان اوکراینی هستند. جنگ در اوکراین 13 روز است ادامه دارد و یک روز آن را همکارم کیومر سیاتو تصویر می‌کند. اینجا شهر نیکولایف است. خانه های ساکنان آسایشته به کام آتش رفت. نوار روز 7 مارس در جنوب اوکراین ثبت شده است. خانه ها در نتیجه حمله های روسیه به این حال افتادند. یک روز پیش از این خبرنگاران آزادی از خانه های ویران شده ساکنان کراماتورسک دیدن کردند. این شهر 150,000 ساکن دارد و در شرق اوکراین جایگیر است. ما با چشمان خود 4 جسد را دیدیم. 2 نفر جوانانی از 18 تا 20 ساله بودند، یک کودکی تا 10 ساله و یک زن. همه آنها کشته شدند. زن زنده بود و با امید نجات او را با ماشین بردند. پرسیدن میخواهید که چی طور آنها ما را میکشند یا چرا ما نمیتوانیم با کودکان از اینجا بیرون رویم؟ آنها کودکان را میکشند. آنها همه را کشته ایستادند. آنها پروای کسی ندارند. این نوار از روز 5 مارس است. اینجا شهر زاپاروژیه در اوکراین است. ساکنان برای حمله نظامیان روس آمادگی میگیرند. مردم در خلطه ها ریگ پر میکنند. در دوام 5 روز اینجا 3500 نفر جمع آمدند. آنها برای کمک آمدند. آنها از هر گوشه شهر پیاده آمدند. چنین آمادگی ها در شهر ادسا هم دیده می شود. اختیاریان میگویند که خلطه های ریگ برای انشاءات نظامی و بیمارخانه ها فرستاده می شوند. بنا به گزارش‌های رسیده در جنگ اوکراین در بین نظامیان روس تاجیکان هم هستند که شهروندی روسیه را دارند و تا رفت سخت‌تر شدن جنگ والدان آنها را در کشور نگران کرده است. همکاران ما با نزدیکان یکی از این سربازان تاجیک در جنگ اوکراین صحبت کردند. این جوان 29 ساله که از شهر دوشنبه است در صف نیروهای روسیه خدمت می‌کند. تفصیلات در گزارش نگاره فضل‌الدین. این حولی 4 روز باز ماتمخانه بود. با والدین خورسان مراد محمودوف خبر دادند که او در جنگ اوکراین کشته شده است. محمودوف 9 سال باز در صف ارتش روسیه خدمت می کند. شریف ما ایسای و با شنیدن خبر مرگ فرزند خور و خواب را گم کرد. سر در خبرهای بردروغ بسیار غمگین من کرد. نه خوشبختانه خبر رسید که سوزای تینجای وضع سلامتیش هم نغزای همه تینج می شود. ما باوری دارم همچون مادر که بچم ساخت رفته سلامت برمیگرده. با گفته نزدیکانش خورسان مراد محمودوی 29 ساله سال 2013 در ارتش روسیه خدمت کرد و تا این دم شرطنامه‌ای وظیفه‌اش را ادامه می‌دهد. او پیشتر در دیویزیای 201 روسیه در دوشنبه کار میکرد و بعداً به شهر سمر انتقال یافته است.
рӯзи 21 феврал хурсанмурод маҳмудов дар ҳайати нерӯҳои русия ба марзи Украина рафт. 4 рӯз баъди рафтани онҳо Русия ба Украина ҳамла кард ва ҷанг то ҳол давом дорад. Агарчи хабари марги Хурсанмурод Маҳмудов рад шуд, вале хатар ҳамчунон боқист. ба ин хотир ин зан барои ҳарчи зудтар хатм шудани даргирӣ ва бозгашти писараш ба хона дуо мекунад. модар чӣ мехоҳад ки тез фарзандаш дар пешаш бошаву дигар ягон ҷо нарава. фақат ман амира мехоҳам ки як бор дигар дидори фарзандма бинам, дар оғӯшум бигирамаш. Хурсанмурод Маҳмудов ягона ҷавони тоҷик нест ки дар ҳайати нерӯҳои Русия дар Украина меҷангад. то ин дам марги ҳадяқал 2 тоҷик дар ҷанги Украина тасдиқ шудааст. теъдоди умумии тоҷиконе ки аз ҷониби Русия дар Украина меҷанганд маълум нест. миёни Тоҷикистону Русия низоми душаҳрвандӣ амал мекунад ва ба ин хотир даҳҳо ҷавони тоҷик шаҳрвандии Русияро қабул карда дар артиши он кишвар хидмат мекунанд. барномаро пай мегирем. дар Тоҷикистон маҳдудиятҳои вобаста ба коронавирус аз байн бардошта шуд. мақомот гуфтанд мардум метавонанд аз ин ба баъд ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимҳоро мисли пеш баргузор кунанд. соли гузашта дар авҷи хуруҷи бемории COVID-19 мақомот маҳдудиятҳои зиёде ҷорӣ карданд. ҳузури зиёди мардум дар ҷашнҳо манъ буд ва истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмӣ. дар ин миён боз шудани марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон барои ҳаракат бисёриҳоро хурсанд кардааст. мулло Раҷаб Юсуфӣ дар ин бора тафсилоти бештар дорад. بر اساس قرار ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 از روز 15 مارس امسال گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان به رجای عادی گذرانده شد. در خبرنامه ستاد آمده است که اکنون قاعده‌های ورود از ازبکستان به تاجیکستان سبکتر شدند. از جمله اکنون شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه درباره پررعم شدن ضد کرونا بدون سپردن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. پیشتر شهروندان وظیفه‌دار بودند که هنگام ورود به تاجیکستان طریق گذرگاه‌های مرزی از نو تشخیص گرفتار نبودن به کووید 19 را بسپارند. سبکی دیگر این است که شهروندان می توانند با داشتن معلوماتنامه تشخیص منفی کووید 19 وارد تاجیکستان شوند. این معلوماتنامه باید 72 ساعت قبل از ورود به تاجیکستان گرفته شده باشد. با داشتن این معلوماتنامه اکنون در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با ازبکستان تشخیص علاوگی کووید 19 طلب نمی کنند. مقامات تاجیکستان ماه اپریل سال 2020 گذرگاه‌های مرزی خود از جمله با ازبکستان را به خاطر پیشگیری از پهنشوی بیماری کووید 19 بسته بودند. بر اساس ترتیبی که تا این دم جاری بود، شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان طریق گذرگاه‌های مرزی باید از ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 اجازه می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه‌ها عامل به وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان شده بود. از جمله سامانه خبر از ماه فوریه امسال با نشر یک تحقیقات ژورنالیستی نوشت نامعینه، یعنی رسما گشاده یا بسته بودن و نبودن سرحد برای ظهور فساد در گذرگاه‌های مرزی زمینه فراهم کرده است. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید از زمان سرایت کرونا در سال 2019 در کشور 17263 نفر بیمار شده 124 نفر فوتیدند، ولی نه همه به آمار رسمی باور دارند و میگویند که مرگ و میر از کووید 19 در تاجیکستان به مراتب زیادتر از آمار مقامات است. امروز 8 مارس در تاجیکستان روزی مادر را تجلیل می‌کنند. امروز مادران و بانوان در مرکز توجه قرار دارند و در وصفشان سخن و ترانه‌های زیادی گفته می‌شود. یک آرزویی که معمولاً در چنین جشن‌ها ما می‌شنویم این دراز عمری یا 100 ساله شوی است. قهرمان داستانی که حالا یک جا می‌بینیم یک زن 107 ساله تاجیک است. محمود جان رحمتزاده به عیادت صاحب جشن 107 ساله رفت. این از سال 3 سال انتری میکنم شمدن چوبق میکنم درام میکنم کور میکنم. ریحان نازیمووا روزی 8 مارس 107 ساله شد. در خانواده‌اش در این روز 2 جشن را تجلیل میکنند. یکی زاد روزی او، دوم روزی زنان. به فرق از سالهای گذشته امسال شهردار کلاب به عیادت مامی ریحان آمده است.
با وجود پیرانسالی فراموش خاطر نشده است. 8 مارد اومده که خانواده نام را پدرکم و اینطوری کارخواست کار که میکرد اینطوری مولا با توپش میورد با رونش 5 تا میورد 6 تا میورد میدادن چای کارخواست. در جماعت سری خساری ناحیه بلجوان به دنیا آمده است. قصه میکند که پدر و مادرش در 5 سالگی او فوتیده اند و با خواهر خردش یتیم مانده است. هر دو رتقایش به کلاب آورده بزرگ کرده است. پدرم میودم در نیست همه مایده حق بستم پدرم چوند روز بای خود بس کشیده غلطه موزده و چم جوندور ده و کل و چمه ده کشیدیم خطی خواهرم. پیرزن 107 ساله حالا در دهه یخسوچیان کلاب زندگی میکند. 5 فرزندش را از دست داده است. 3 تای دیگرش زنده اند. شوهرش سال 1973 فوتیده است. این نبیره‌اش است که به عیادتش آمده است. نوسط اختاریشم تولید 66م. سه ایما بلند با بچه هم بعد مایم. مثل اکوی ما با کلونن تولید 59 هن 56 هن. ما کنی واسه نمیدونی که چندمش باشم. مرکو دا نون میپختم اوش میدوختم همه کورا میکنم. مامای ریحان قصه کرد تا 2 سال پیش قوه و توانش خوب بود اما دیگر مثل پیشینش نیست. مامای ریحان بی امروز 8 مارد با 107 قدم میموند. الکی 106 رو پر میکند. اینها هم کلین های نسل سوم فرزندانش هستند و نگاه و بینش میکنند. زیاده از 100 نبیره دارد. میگوید که تا 2 سال پیش در تربیه هر کدامش سهم داشت و اکنون آنها در نگاه و بینی او سهم میگذارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. آرزو میکنیم که شما هم به سین مامای ریحان برسید. و حالا درباره یک زن دیگر صحبت میکنیم که 90 سال عمر دید اما از خود آثار باقی گذاشته است که شاید 100 ساله ها حفظ شود و در خاطره تاریخ بماند. سخن درباره زلفیه بحریدینова میرود که با نوگ سوزن روی ابریشم صدها نگار آفریده است. فرزان محمدی در راستای 100 سالگی این زن هنرمند ما را به سیر سوزنی یا آفریده های او میبرد. مخلصه سعیدова یکی از آخرین شاگردان هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه رودکی نقاش و سوزنینداز مشهور زلفیه بحریدینова است که میخواهد هنر و سبک استادش را دوام دهد. و بیشتر از 15 سال نزد استادش هنر آموخته اکنون دانش و مهارت خود را به شاگردان مکتب کودکانه رسامی خوجند می‌آموزاند. و دریغ می‌خورد که صف مخلصان این هنری باستانی سال تا سال کمتر می‌شود. سالهای ما اینجا و عمرگی مازی 7 سال 8 سال شدگی باشد. چند سالی بسیار بود. حاسی با منی همه دخترکا درسای الهویگی میرن، انگلیسی، ترکی، همسالکا میرن. سالی با کم شدگی اینجا میگم 1 سال به من 10 نفر یا 15 نفر قبول کنن 2 تاشون یا 3 تاشون ابیزاتینا قبله همه دوام دادوسن. زلفیه بحریدینова 91 سال عمر دیده در سال 2013 درگذشت. به گفته محققان آثارش و بیش از 80 سال عمرش را صرف این کسب کرد. این زن از خردی قریب از 5 سالگی به سوزنی دوزی مشغول شدگی بوده. خودشون میگفتن که همین همسایه‌مون میدوخت دیوالمو پست بود من نگاه میکردم همین خیلی میخواستم که همون زن خسته رود و من با جای همون رفته همون دوزم. زلفیه بحریدینова با نوگ سوزن روی ابریشم نزدیک به 400 نگاره آفرید و بیشتر عکس‌های جاینماز، رسم‌های آدمان، بیرق و نشان‌ها و شخصیت‌های تاریخی و سیاسی را سوزنی کرده است. یکی از آنها عکس هنرمند اتحاد شوروی جورابک مرادوف است که 30 سال پیش ساخته شده است. در آثارخانه تاریخی و باستانشناسی ولایت سوخت حالا 3 اثر این بانی هنر نگاه داشته می شود که یکی از آنها عکس اساسگزار دولت شوروی ولادیمیر لنین است. بینندگان عزیز برنامه اخبار آزادی را به پایان میبریم. سپاس از همراهیتان و خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی azadi.org دسترس و مطالعه کنید. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.